مرد خدا بچه‌دار شده است. اگر محفل عقیقه‌ش باید برگزار کنه در مصر بوده است. نزد همو رئیس محله شو میروه. رئیس محله هم یک آدمی کار بود کن، آدمی با غیرت بود است. میگه که ندارم، او دهقانا بیچاره نداشتن حقیقتا. همین مخصوصا وقتی که زراعت همه کاریدن تا همو حاصل گرفتن هیچ دیگه نداشتن. اکثرش بیچاره همو تخمی را قرض میکردن. هیچی نداشته است. میایم نزد رئیس که یگون دینار بیو بتیم همین محفل حقیقی بچه‌ما برگزار کنم سنت پیغمبر. اونم دوستش میگیره و کجا یا بوی بچه و تاجر بود است میگردونش خونه به خونه دکان به دکان تا نماز عصر میگردن. همین کمبغل مردم بیچاره پولیوش قینه یوخی هیچ که دویریتش هم نمیکنه و بعضی مردم همطوری اندک پوز نیزجیگانی هست. اگر یوخی خونه آباد اینا باورش هم نکردی او تو زکات میتی کو همون یا دینار زکات بگو بته بنویسی از جوعک ده وقتی موسمی پرداخت زکات چیت حساب کتاب میکنی او یا دینار ما پیشگی دادگیم همون حساب ده میره وکو نمیتونش قیسه کوتا نماز عصر دایا مسجد میخونن اگه برگشتم اومده استیان در راه ای پیش قبرستان میگذاشتیم چشمی همین سرکار در قبر یک جوان مرد میرسه با فلانی میگه خدا رحمت مغفرتت کنه این مرد ای دیار تو بدهی. این بچه هر کسی کورش میگالتید میگرفتم پیش تو میوردم کورش بود میکردی ما خیال میکردم که این مردم هم خیلی جوان مردن. این همی تو عصر گشتیم یک دینار یک برادر مسلمان شون در قرض ندادن. خدا تو را رحمت و مغفرت کنه در حقش دعای خیر میکنن و میویند با خونه دا یک دینار به جایی داشت هستید مردکی خوبه میگیره ای بای میشکنه شو میگه ایش برای خدمت به یه روزی سیاه به یه روزی مبادو رو یک شب بگی مقصد خراجات که وقتی که حاصل تا گرفتی بعد پولی قرضی مرا برمیگردونی. تیلو با شکستن قدرش کم نمیشه. تیلو هم تیلو هست. سنگی بدگوهر اگر کاسه زرین شکند قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. همین کاسه تیلویی را سنگ بشکنرم سنگ یگان گر قیمتش زیاد نمیشه که او تیلو قیمتش کم نمیشه. شو بعدی خفتن میویه همین مردی سرکار دراز میکشه همین فکر اندیشه در میروه که ای بچه این مردم قرض دیگه در برادر مسلمان شو نمیتن در صورتی که قرض از صدقه دیده ثواب زیادتر داره. اگر صدقه 10 ثواب داشته باشه قرض 18 ثواب داره. این عاقبت کاری مسلمان ها چی میشیده باشه با همین فکر اندیشه خوابش میبره. همین قریبای صبح در خوابش همون مردک هم میبینه همون مردک مردگی را که در حقش دعا کرده بودن میگه تو مرا بسیار مستریب کردی نخو یک جوان مرد نباشه که برادرش یک دینار قرض نته. سحر بعدی بامداد خونه ما برا میگه فرزندام بگو تنور را بکنن در زیر تنور را یه متر دیگه چقدر بکنن در یک افتوای میسی 500 تنگه تیلو بجو کرده بودم با یه روزی سیاه را انا همون را بگیرم به تنم بیچاره. این ای خوب میخیزه همین خوب در سرش نقش بسته است. ای خدا ای برام بگو قبول نکنن غیر خوبی پیغمبر خوبی کسی حجت نمیشه. امکان داره خوب راست باشه امکان داره دروغ باشه. رؤیای صالحه فقط خوبی پیغمبر رو میشه که حقه تمام دیگه جای گپ نداره. این همین بامداد هم میخونه و غزغزش میکنه خیلی این کلمه چی یا پوفری میگیم میخیزن میوین نزد فرزنداش میگه بچه‌ها همه دین در حق پدرتون دعا کردیم همیشه پدرتون در خواب دیدم. این هم خیلی پیغام کرد خشم و اختیار داره ما یگون اولیاء را هم نیستیم مقصد دعوا را هم نمیکنیم که خوبی با خوبی درسته. این تنور تو نوالی کرشویا من میگم تری خوب دیدم خیلی گفتن یا بسنجین تنور را کندن حقیقتا یا متر میکنن همو افتوای میسی میبرویا محکمش کرده از پیچون دستش همو در دروش 500 سیکه تیلو با این مرد سرکار گفت که همو بیچاره درویش او فقیر همین یه دینار قرض طلب داره یگون چی طمع نداره او فرزندو اونم جوان مرده ای شیر بچه میشه گفتم پدر ما را سوزه خاکش یا وجب شده است این مردی داره مرگی ما زنده ها که غیرت یا مرده را نداشته باشه پاک و پحیل بخشیدیمش همین تبر بته یک تینش نمیگیریم میروس یعنی وای کن میرابی
کار همین برادر میخوای بچه‌ها بچه مرد شوند خودت مردک شو ای شیر بچه میشوه ای مور بچه تاریخ یاد نداره که بزی موده شیر زایده باشه یا ای تکه شیر شده باشه انمی شیر مرده و شیر زنا شیر بچه را به دنیا میاره ایرا میگیره دلوکیش میپیچونه میاره نزدش همه اویه را زمزمه میکنه و من یتقی الله یجعل له مخرجا هر کسی از خدا میترسه هر کسی کاری را به خاطر خدا میخواه انجام بده البته خدای تعالی براش نمیکنه درآمد پیدا میکنه رزق روزیش ای جای میرسونه که در یگان حساب و کتاب نیست این قپولا میبینه بیچاره در عمری سرش ندیده بود که 500 دینار پول کلان میشود 20 دینارش به سوم امروزه $10,000 با همین یه مشت میکنه و در پیش همی سرکار میریزه بگی میگه ای شیری مادرت حلال ای شیطان میگه اگر در خواب میگفت که یگان تشبگی میگرفتم نگفت گفت هم تبربطه همون نیم دینار خودم کجا داری همون قرض خدمت بود این تری مردک بودن که اسلام امروز در تمام دنیا هست در اندونزیا و مالزیا رفت در ژاپن هم از چیتا اسلامی هست الله اکبر این تری مردک ها بودن اسلام ضرب شمشیر آتش نبود تاجرای به غیرت به ناموس دست به خیر مسلمان اسلام بردن به همون کشور بنابراین آدم باید به غیرت باشه مرد خدا بچه دار شده است اگر محفل حقیقتش